خب دوستان عزیزم، دوست دارید این مدار شمارنده تعقیب کننده LED را شما هم داشته باشید؟ دوست دارید اینو درست کنید؟ بس بدون معطلی میریم سراغ طراحی مدار. میریم سراغ اصل مدارمون دوستان عزیزم. میریم سراغ آیسی شمارنده CD4017 به اندازه 7 عدد LED رنگی. ببینید من به صورت تک رنگی استفاده می‌کنم، ولی شما حتما 2 به 2 LED ها رو رنگاشو تغییر بدید. مثلا سفید میتونید بزنید، آبی میتونید بزنید، نارنجی، سبز. حالا من به صورت آزمایشی یه تک رنگ نارنجی استفاده کنم. خب دوستان عزیزم ببینید قسمت کاتود و منفی هر 7 LED به این سیم لاکی لحیم بشه. قطعه بعدی یک مقاومت 27 اوم. دوستان عزیزم یه سر مقاومت به پایه‌های مشترک هر 7 LED لحیم میشه، یعنی قسمت منفی پایه‌های LED. دوستان عزیزم در اولین مرحله پایه‌های 15 13 و 8 با هم دیگه مشترک میشه. پایه‌های 15 13 و 8 با هم دیگه مشترک. یه سیم لاکی برای ورودی مثبت مدار به پایه 16 آیسی لحیم میشه. یه سیم لاکی هم برای ورودی منفی مدار به پایه 8 مون لحیم. یه دونه خازن 25 ولت 470 میکروفاراد برای ورودی مثبت و منفی مدار لحیم میکنیم. مثبت خازن به ورودی مثبت مدار، منفی خازن به ورودی منفی مدار. خازن تایمر 555. خب همونطور که میدونید پایه یک آیسی به ورودی منفی مدار، پایه 8 آیسی هم به ورودی مثبت مدار. همینطور پایه 4 آیسی که برای ریست آیسیه. در هر قسمتی از مدارها باید به ورودی مثبت مدار لحیم بشه. هر مداری وصلش می‌کنیم به ورودی مثبت مدار. خب پایه های 2 و 6 آیسی تایمر هم که میدونید باید با هم دیگه مشترک بشن. میریم سراغ خازن 16 ولت 33 میکروفاراد. مثبت خازن به پایه 2 و 6 آیسی و منفی خازن هم به ورودی منفی مدار. میریم سراغ مقاومت 10 کیلو. سر مقاومت به پایه 7 آیسی، سر دیگه هم به ورودی مثبت مدار. میریم سراغ یک پتانسیومتر 10 کیلو او. خب دوستان عزیزم یه سر پتانسیومتر به پایه 2 و 6 آیسی، سر دیگه هم به پایه 7 آیسی. تاج و تخت شاه دیروز در قلعه‌شون نمیشه. به اندازه 7 رشته سیم 1/10 میلیمتری برمی‌داریم و به سر LED ها لحیمش کنیم. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده. خب اینم از سیم کشی LED مون. بریم سراغ مدار اصلیمون. به ترتیب که بهتون میگم شما هم طبق همین سیما رو به پایه های آیسی شمارنده وصل کنید. ببینید سیم LED اول به پایه 3 آیسی، سیم LED دوم به پایه 2 آیسی، سیم LED سوم به پایه 4 آیسی، سیم LED چهارم به پایه 7 آیسی، سیم LED پنجم به پایه 10 آیسی از زیر رد میکنیم، سیم LED ششم به پایه 1 آیسی و سیم LED هفتم هم به پایه دوستان عزیزم به پایه 6 آیسی و سر مقاومت 27 اوم میرم به ورودی منفی مدار لحیم میکنیم. فقط مونده آخرین مرحله دوستان عزیزم با یه تیکه سیم روکشدار پایه 14 این آیسی شمارنده رو به پایه 3 آیسی تایمر لحیم میکنیم. تمام شد. ولتاژ کاریش 5 ولت دوستان عزیزم. خب ورودی مثبت به مثبت مدار و ورودی منفی به منفی مدار. این هم آیسی تعقیب کننده و شمارنده. خب سرعت این LED هم با این پتانسیومتر تغییر پیدا میکنه. اگه میخواین سرعتش از اینم بیشتر بشه به جای پتانسیومتر 10 کیلو میباید از 5 کیلو استفاده کرد تا سرعتش از اینم بیشتر بشه. دیگه سرعت آخرش همینه دوستان عزیزم. گفتم که برای سرعت زیاد باید ظرفیت این پتانسیومتر تغییر کنه، یعنی کمتر بشه. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم براتون مفید واقع بشه عزیزان دلم. با لایک کامنتاتونم از ما حمایت کنید. عاشقتونم. تا ویدیوی بعدی خداحافظ. خب دوستان عزیزم دوست دارید این مدار شمارنده تعقیب کننده LED شما هم داشته باشید؟ دوست دارید اینو درست کنید؟ بس بدون معطلی میریم سراغ طراحی مدار.